جمعیت دارای مسئولیتش محدودی بازار پنجشنبه اتفاق تاجیک مطلوبات در شهر خوجند. از این پس نامی بازار مرکزی پنجشنبه همین طور افاده کرده می شود. این تغییرات ماه ینوری سال گذشته 2020 در اساس حلنامه سود اقتصادی عالی جمهوری تاجیکستان وارد شده بود. حالا بازار از جمعیت سهامی پوشیده فرتونه پوره به اختیار تاجیک مطلوبات گذشته است. رئیس صاحبکاران بازار غنی پاچایف هنگام صحبت با ما گفت که برای صاحبکارانی که در بازار فعالیت می‌کردند یگان تغییرات یا مشکلی پیش نیامده است و تاکید کرد که نزدیک یک سال است که بازار پنجشنبه در تابعیت تاجیک مطلوبات میباشد و در این مدت حالت بازار از پیشتر دیده تا جای به ترتیب درآمده است. دیگرش اینکه اساسا مبلغ اجاره بیایم اگر مبلغ اجاره فرق نکرد، مبلغ اجاره زیاد نشد. از آن جمله چیپت پولی درآمدی بازار که محصولاتی بازار با واردات میشد زیاد کرده نشد. همین بود که به صاحبکار یگان خیلی وزبینی یا وای نآورد. جمعیت سهامی پوشیده فرتونه که قبلا صاحب ملک بازار پنجشنبه بود حالا طریق حلنامه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان پوره خراجات و مبلغش به مقدار 3,385,000 سومانی رویانیده شده است. مسئولین گفتند که بعد از به تابعیت تاجیک مطلوبات گذاشتن بازار یکچند نوگانی ها برای صاحبکاران و دیگر کارمندان بازار برای فعالیت من بعد جاری کرده شد. تاکید گردید که معاش کارمندان بازار نزدیک 50% بالا برداشته شده در بازار کارهای آبادانی ادامه دارد. بعد تاجیک مطلوبات گذاشتن معاششون هم زیاد شده. معاش کاری فراش ها، پاسبان ها، نظارتچی ها، همین ها نسبت پیش به دوره فرتون رو نگاه کردگینده مبلغشون هم زیاد شد. حالا 4-5 نفر نمایندگان تاجیک مطلوبات از جمله راهبریت، معاونان و متخصصان در بازار جایگیر شده فعالیت صاحبکاران را زیر نظارت گرفتند. قمربک اسرائیلوف معاون دیرکتور بازار پنجشنبه اتفاق تاجیک مطلوبات در شهر خوجند میگوید راهبریت بازار برای پیشبرد فعالیت نقشه خود را برای سال 2021 آماده کرده است و طبق این نقشه فعالیت تاجیک مطلوبات با صاحبکاران بازار در این دوره باز هم خوبتر به راه مانده می شود و میگوید تصمیم هست سال جاری تمام صاحبکاران بازار پوره با لباس یگانه تامین کرده شوند. نقشه های آینده که مثال ماموریت بازار در سال 2021 با نقشه گرفته شده است این هم باشد مثلا با صاحبکارا کاربری نمودن، کارهای آبادانی سازندگی را از نو دیده برآمدن و همچنین اویده نرخ و نوای غذای نیاز اولیه مردم را با یک سطح معین یعنی با همکاری صاحبکاران شرطنامه همکاری بسته تا کاربری نموده ایستاده ایم. در آینده ماموریت بازار اینچنین میخواهد که با صاحبکاران همچون مساحت یا که جای نشست سودا را باز هم خوبتر و زیباتر گرداند. مسئله به تابعیت اتفاق تاجیک مطلوبات گذاشتن بازار پنجشنبه در نشست خبری امساله سود اقتصادی ولایت سوق نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. رحمان علی اسماعیل زاده معاون رئیس سود اقتصادی عاید این موضوع به خبرنگاران گفته بود که مسئله خراجات صاحب ملک پیشتری بازار در حلنامه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان بررسی شده مبلغش پوره رویانیده شده است. در همون حلنامه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان مسئله خراجاتی که و شهروندان یک صاحب کاری می‌فرده که قبلا صاحب بازار بود مبلغش رویانده شده است. بعد از اون که شکایت‌ها شد و از سند سودی به تغییر ماندن برای اجرایش اجرا ورقه از جانب سود عالی اقتصادی با اجرای خدمات اجرا داده شد و از طرف خدمات اجرایش تامین کرده شد. و اون صاحب کاری که قبلا صاحب ملک بازار پنجشنبه بود می‌تواند که مبلغش را گیرد. البته این بحث دیگر نیست در این حالت. اجرای شبکه تامین شدگی است. بحث بین اتفاق تاجیک مطلوبات و صاحب ملک پیشتری بازار پنجشنبه جمعیت سهامی پوشیده فرتونه تا حال پوره به اتمام نرسیده است. مسئولین میگویند احتمال میرود که با فعالیت بازار و طرز نامگذاری آن باز هم تغییرات وارد کرده شود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.